اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز دوشنبه. مفتی همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم میگوید در سال گذشته بیش از 17 میلیارد و 487 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری نموده است. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت امور داخله میگوید بر اساس فرمان عالی قدر امیرالمومنین حفظه الله استفاده از موترهای شیشه سیاه و موارد دیگر که در شناسایی هویت مشکل خلق میکند در سراسر کشور ممنوع است. ریاست عمومی استخبارات میگوید فرد به نام عین‌الدین که در شهادت مولوی محمد داود مزمل والی بلخ مرکز فرهنگی تبیان و شماری از حملات دیگر دست داشت بازداشت شده است. مولوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی میگوید در عمل تعامل میان امارت اسلامی و کشورهای جهان به شکل رسمی می باشد. مستوفیت ولایت دایکندی میگوید در سال 1401 هجری شمسی نزدیک به 92 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری نموده که به خزانه دولت تسلیم نموده است. وزارت انرژی و آب میگوید تمدید قرارداد برق با تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و امضای 3 قرارداد با شرکت‌های خصوصی و همچنین زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از فعالیت‌های مهم این وزارت شمرده شده است. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در گفتگو با یک تلویزیون عربی گفت تفاوت سیاست خارجی کشور در دوران 20 سال اشغال با حال این است که اکنون تصامیم بر اساس مصالح و منافع افغانی و اسلامی در نظر گرفته می شود و تحت تاثیر کسی قرار نمی گیرد. سیستم ثبت فابریکه های صنعتی و تولیدی افتتاح شد. الحاج نورالدین عزیز سرپرست وزارت صنعت و تجارت در مورد ثبت معلومات جهت حفظ محرمیت معلومات فابریکه های کشور ایجاد این سیستم را مفید و ارزنده می داند.